چقدر این آرومه. این میتونی قشنگ بغلش کنی. این شاه توتی ها رو من اینجوری نمیتونستم ناز کنم. این دوتا جوجه خودمونن. این اولین تاج لیمویی ایرانه و اونم ماکائو آبی طلایی. چهارمین گونه‌ای که میخوایم معرفی کنیم توتی سانکانور یا به اصطلاح ایران خورشیدیه که از خانواده کانور. توتی خیلی سرصداداریه. الان سرصداهایی که داریم میشنویم مال این توتیه. بله. خب توتی سانکانور یا خورشیدی یه توتی خیلی زیبایه. تریک یاد میگیره، حرکات نمایشی یاد میگیره، سخنگوی خوبی نیست ولی خیلی توتی وابسته به انسانیه و تکثیرش هم در سال 3 بار جوجه به شما میده. هر بار 3 تا 4 تا تخم میکنه. قیمت هم به اون قیمتش الان جوجه هاش بین 8.5 تا 9.5 قیمت گذاری میشه. جفت تکش نر و ماده منظورم 25 تا 30 تومن، مولد 40 تا 50 میلیون قیمت گذاری. سن بلوغش 2 سال و نیمه، یعنی 2 سال و نیم از جوجگیش باید بگذره تا این پرنده بالغ بشه، نه اینکه اصلا مولد بشه. فقط همین رنگه دیگه. این یه نکته موضوع. یک مدل دیگه ما کانور داریم به اسم ژاندی کانور. جایی که پرش زرد باشه رو کتفش سبز رنگه، فقط سرش نارنجیه. خیلی ها فکر میکنن اونا اون توتی مثلا ژاندی از خانواده خورشیدیه ولی اون اصلا یه گونه از کانوره، اصلا متفاوته. ولی از لحاظ ظاهری اندازی همه که این همه، هیچ فرقی با هم نمیکنن. پس اینا سانکانوره. سانکانور یا توتی خورشیدی. اون ژاندی کانوره، از خانواده کانور هستن. الان میتونیم بریم بالا ببینیم جوجه خوشگل ما. جوجه داره، تخم داره. تخماشو ببینید، 3 تا تخم داره، 3 تا جوجه هست که احتمالاً تا 3-4 روز آینده در میاد. خیلی مادرهایی هستن که محافظ لونه و بچه هاشون هم خیلی محافظت میکنن. پنجمی توتی که نسبت به قیمت میتونن تهیه بکنن توتی لوری رنگین کمانه که گونه های مختلف داره. سینه نارنجی داره خب و رد کالر هست که این میکسش باز ریزه درو، یعنی سایز 1 و 2 داره. این لوری رنگین کمان شهدخواره، دانه خار نیست، میوه خاره، یعنی شما باید میوه بهش بدین. 80% غذاش میوه است. یکی از موضوعاتی که خیلی استفاده میکنن یا تخمه میدن به این کبدش شر میشه، زود از بین میره این پرنده. اولوش 50 سال عمر میکنه این توتی و این توتی خیلی جالبه. من زمانی که خیلی قبل کار میکردم یه بنده خدایی لوری آگهی میکرد لوری مولد 5 تخمه. اصلا لوری بیشتر از 2 تا تخم نمیذاره، اصولش 2 تا تخمه ولی در سال 5 تا 6 بار تخم گذاری میکنه. سن بلوغ این نوع لوری 1 سال و نیمه. بعد از 1 سال و نیم بالغ میشه، میتونید تکثیر انجام بدید. قیمتش الان جوجهش بین 7.5 تا 9.5 قیمت داره. اگه رد کالر بشه میشه 14-15 تومن. جفتشون از 20-25 تومن شروع میشه تا 5. رد کالر سینه نارنجیه، خط پشت گردنش هم نارنجیه، میشه لوری رنگین کمان رد کالر. یکی از زیرگونه‌هایی که از موتاسیون‌هاش به دست اومده. خب اینا همه از خانواده لوریکیت هستن. توی طبیعت رنگ‌های متفاوته. لوری خیلی ما حدود 50 تا 60 مدل لوری فقط داریم که این نمونه قضیه لوری رد لوریه که در ادامه توضیح میدیم در موردش. هر از گاهی دیدی حرف میزنه. آره این رادیو میکنه. بله این بالای 100 کلام صحبت میکنه. این لوری معروف دیگه تو کلیپ قبلی مونه. مستر الان بشکن داره میزنه. بشکن داره میزنه در جواب. شیشمین توتی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم و ما موجود داریم توتی ملنگو لوتینوه. ملنگو زرد رنگ که خوش فروشترین و زیباترین رنگ ملنگو به نظر من. خب حالا این نرش رفته توی لگ داره پرریزی میکنه، میبینیم پرای سرش تازه داره در میاد. این مادهش این نرش توق خیلی خوشگل داره که الان مادهش هم روی تخم هست. میتونیم اینجا بریم بالا.
او 4 تا تخم داره. به به. یه موضوعی که هست، این توتی خانواده ملنگو شاهتوتی اگه پر بگیره تو لک بره تخمش نطفه نمیزنه. شانسی که من آوردم این تخم‌گذاری صورت گرفت بعد نرش رفت تو لک. خب این کمک میکنه که شما پرندت نطفه دار بشه. اگه تو لک باشه به هیچ وجه پرنده تخمش نطفه نمیزنه. سخنگوهای خیلی خوبی هم نرش هم مادهش، زیبایی خیلی خاص داره. تعیین جنسیت فقط با تست دی ان ای، از ظاهر اصلا نمیشه انجام داد. قیمت این تا 5 تا 6 تا تخم میکنه، بین 3 تا 4 تا معمولشه. قیمتش هم توی بازار الان قیمت هر ملنگو بین 12 تا 15 تومن هست. خب ولی تا 20 تومن هم معامله میشه بر اساس اینکه نر بودن، ظاهرش، کشیدگی، سرحالی، جوون بودنش، کلامدارش. حتی تا من 25 تومن هم من قیمت دیدم. جفتای مولد، جفت نر و مادهش بین 40 تومن تا 50 تومنه. مولداش 50 تومن به بالا، بستگی به کیفیت پرنده و جوجه دهی و جوجه بزرگ کردنش متفاوته. چقدر عمر میکنه؟ بالای 60 سال عمر میکنه. بالای 60 سال. اینا رو همه که دارم میگم طول عمر پرنده بستگی به تغذیه، نگهداری، شرایط محیطی داره. یعنی اینکه طول عمر فردا یک کسی ملنگوش میبینی 2 ساله میمیره، خب تغذیه خیلی مهمه، درست رعایت نکرده. یعنی در شرایط استیبل و ایدئال این سن عمر میکنه. احسان در مورد پرورشش، سود پرورشش، مثلا کسی بخواد این کارو بکنه نکنه، توصیه، پیشنهاد؟ نیما جان نگاه کن، توی بحث پرندگان زینتی خودت استادی دیگه توی این زمینه. اگه علمی نداشته باشی، دانشی نداشته باشی، محکومی به شکست. خب این شکسته، بحث اینه که تو به اون خروجیه وقتی نرسی شکست خوردی دیگه. خیلی‌ها میگن آقا مثلا ما شکست یعنی چی؟ ما پرنده رو خریدیم، درست جوجه نداده به ما، خب ولی شکست یعنی که تو در کمترین زمان به اون سود دلخواه، به اون نتیجه دلخواه برسی. من یه اصطلاح دارم تو دوره‌های آموزشی به کار میبرم، میگم آقا پرورش دهنده گلدن تایم داره، یعنی تایم طلایی. تو اون تایم طلایی اگه تو به اون خروجی رسیدی موفق شدی، نرسیدی باختی. خب خیلی ها میرن جوجه تهیه میکنن، نر و ماده میگیرن، جفت مولد میگیرن. خب چه زمانی جوجه بگیری مهمه. اینکه آقا جوجه رو تو زمانی باید بری تهیه بکنی که تایم داری، یعنی یه زیرزمینی داری، یه اتاقی داری، نیازی بگی آقا من میخوام 3 ماه دیگه اجاره خونه بدم، پول قسط واممو بدم، همین داستانا رو دارم. شما باید بیای طبق زمانبندی که داری، طبق شرایطی که داری دیگه، طبق شرایط گونه‌تو انتخاب بکنی. یا اصلا شرایطش فرد مثلا توی آپارتمان داره زندگی میکنه، میخواد بره ماکائو پرورش بده. آقا تو اصلا شرایطشو ببین داری، سرصدا داره، شرایط بعد آگوستیک بکنی و 1000 تا موضوع دیگه که پشت این قضیه است. اصلا آقا ماکائو شرایط نگهداری یه شرایط خاصه، تغذیهش خاصه، میتونی از هزینه هاشو پوشش بدی، میتونی بری ماهانه آجیل بخری بهش بدی بخوره. خب اینا همه یه چیزایی، یه سری عواملن که دست به دست هم میده که تو رو به موفقیت میرسونه که خیلی رعایت نمیکنن و فکر میکنن همین امروز بره یه جفت پرنده بخره از فردا برای تخم طلا میذاره، که اصلا همچین چیزی وجود نداره. شما حتما باید آموزش ببینی، یه مشاور، یه استاد، یه راهنما، یه دوست که دلسوزانه که کنارت باشه، که یادت بده چه کار بکنی، راه و درست و بلد باشی که از چه گونه ای شروع بکنی، پله پله بری جلو، یه دفعه لقمه بزرگ بر نداری. آقا اول برو مثلا گرینچیک بخر، برو عروس هلندی بخر، ببین بازار چی میطلبه، طبق اون بیا برو گونه تو انتخاب کن، شرایط تو بسنج، بعد شروع کن وارد بازار شو. یه دفعه به یه اصطلاح میگه تمام تخماتو، خب تخم مرغاتو، خب تخم مرغاتو توی سبد نچین. خب داستان اینجا اینجوریه که تو یه دفعه 200 میلیون پول داری، میری یه جفت کاسکو میخری. خب این اشتباهه. اومدیم و این وسط موجود زنده است دیگه، افتاد مرد، مریض شد، یه اتفاقی واسش افتاد. خب این باعث میشه که پرندت طلبی و پولت هم از بین بره. ولی شما بری اون 200 میلیون رو مثلا 10 جفت گرینچیک بخری، خب اگه دو جفتش هم بهت کار نده، 8 جفت دیگه بهت کار میده.
نوع چیدمان که ما تو مشاوره هایی که میدیم کامل رو توضیح میدیم. آقا تو چقدر پول داری؟ چقدر اول از همه میپرسیم آقا اصلا علاقه داری به این صنعت یا فقط به فکر پولشی؟ اگه به فکر پولشی آقا نیا تو این صنعت، نیا. اگه علاقه، پرنده میفهمه که تو دوستش داری، علاقه داری بهش، بعد به تو خیر میده. یعنی اینو از تمام این دوستانی که تو این صنعت هستن بپرسین، اینو به شما میده. اینی که شما دیدگاهت ماشین جوجه کشی باشه همچین چیزی اشتباهه و نمیتونیم به اون خروجیه برسی. یعنی این علاقه حکم اصلی این قضیه داره. بعد خانوادت کسایی هستن کمکت بکنن، فردا جوجه سرلاکی داری بزرگ بکنن، سر کار هستی آقا مثلا میخوای بری سر کار، کسی از سرلاک بده، چجوری این قضیه؟ یعنی تمام این جوانه به صورت زنجیروار کنار هم قرار میگیرن، بعد شما میتونی یک کسب و کار راه اندازی بکنی. حالا خیلی از دوستان میان میگن آقا ما یه جفت بخریم میشه مثلا ما چقدر درآمد؟ میگم آقا یه جفت، شما سوپرمارکت برو بگو آقا من یه سبد یه باکس نوشابه دارم، یه شل نوشابه دارم، با یه شل نوشابه مگه شما میتونی سوپرمارکت بزنی؟ شما حداقل تو این صنعت به نظر من باید 150 میلیون 200 میلیون سرمایه گذاری اولیه داشته باشی تا بتونی به اون خروجی مطلوب برسی. هفتمین توتی شاه توتی رو میخوایم صحبت کنیم، یا توتی الکساندر بزرگ. این توتی تفاوتش با توتی ملنگو چیه؟ روی کتفاش خالای قهوه‌ای رنگ داره، جثه‌اش بزرگتر از ملنگوه، خیلی جنتلمن‌تره. ملنگو خیلی سرصدا داره، خیلی سرصداش کمتره. ملنگو زد و خورد داره، شاهتوتی اصلا زد و خورد نداره، طولش به 50 سانت میرسه. الان این شاهتوتی که داریم میبینید تو لکه، تو فصل تابستون میبینید تمام پرای جوانه زده، چقدر خوشگل برای سبز رنگ جدید در آورده. و توق توی شاهتوتی توق صورتی پشت کله‌شو ببینید خیلی پهن‌تره. توی ملنگو این توق رو شما خیلی باریک میبینید. یه موضوعی که تو ملنگو ما نگفتیم، زمانی این پرنده بالغ میشه که این توق صورتیش افتاده باشه. اگه توق مشکی فقط افتاده باشه پرنده بالغ نیست اصلا. این قیمتش بین 10 تا 12 میلیونه. جفت مولدش تا 50 میلیون قیمت میدن و تکش هم تا 20 میلیون بسته صحبت و کلامش قیمت گذاری میشه. نر و مادهش کلامدار هیچ فرقی نمیکنه. سن اولوش زندگیش 50 سال طول عمرشه و نر و ماده علاوه ظاهره نرش توق داره، مادهش توق نداره. بگی زیر چشاشون هم حس میکنم اون این چشاشو که میبنده داره تمرکز میکنه به حرف ما، برای این داره میبنده. این نرشه اون مادهشه. این اسکندر ماست. چقدر اینا تولید مثل دارن تو سال؟ تولید مثل در شاهتوتی و ملنگو در سال 2 بار بیشتر تولید مثل ندارن. هر بارم بین 3 تا 5 تا تخم گذاری میکنه، بستگی به بستگی به نوع تغذیه، نگهداری، نوع ژنتیک حیوان متفاوته. ولی توتی اگه کسی میخواد توتی آروم و خوش صدایی داشته باشه، به نظرم شاهتوتی به تو کلامش قدرت بیانش عین کاسکو میمونه، ولی سرصدای ملنگو رو نده. ملنگو خیلی جیغ میزنه، خیلی اذیت میکنه. اینا اصلا سرصدا نداره. این ویدیو ادامه دارد و ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.